همینقدر خنگم. جان بچه‌ها، نه جوردی نیستش، بنجی پیشم بچه‌ها. جوردی منچستره. من بچه‌ها با احسان قرار نیستم جایگیریم. سیاه چش قربون برم، حتما میبینم بچه‌ها. من با احسان قرار نیستم، فقط هم دیگه رو نداریم. قراره بعد از برنامه من فالوش کنم. بیان بالا بخندیم. چرا باید بیان بخندیم؟ من قضیه‌ام بچه‌ها با آیدا خیلی وقت صحبت کردم، تموم شده. من کی میرم ترکیه دوباره، فکر کنم 2-3 ماه دیگه دوباره میرم. آره واقعا اصلا وجودم مشخص نیست، از قیافم دارم میترسم. بچه‌ها نیلی خودش استوری گذاشتم، بچه‌ها اگه استوری رو نگاه کنید متوجه میشید. من با نیلی بچه‌ها دوستم، یه ویدیو با هم دیگه دوست داشتم ویدیو با یه دختر بگیرم داخل پیجم باشه، بعد دیگه با نیلی خانم گرفتمش. این نیست که من میخوام با نیلی چیزی داشته باشم. ایران والا اگه بتونم، چرا که نیام، ولی بتونم میام حتما. نه بچه‌ها احسان حسن جان حسام آره چیزه، بچه با معرفتی قربون برم. ولی من بعد از برنامه فالوش کنم دوباره قربون برم. بچه‌ها ببخشید نور اینجا کافی نیست. نواز کنم. الان نور کافی شد. بچه‌ها هم قصه کافی بودن می‌کنی بچه‌ها کنن پارسا کافی بخورن دیگه. قیافه نگاه کن. آقا بنجی قیافه رو قربونت برم. جان باش لوشو جان اوه چی بچه پرود. جان محسن گل، آقا محسن مسلمان عشق داداش که دیروز جاش وسط زمین خالی بود. خدا وکیلی با محسن نباشه اینطوریه دیگه بچه‌ها. 4 تا نمیتونیم بزنیم استقلالو. چاکرت هم سامدان عشق منی. شما سگ من چیزه، سگ من منچستره. برو عقب فدات شم. بچه‌ها نمیتونم کسی بیارم بالا، به خودم تا چند دقیقه اومدم لایو 2 دقیقه باهاتون صحبت کنم، سوالی چیزی داشته باشین در خدمتیم. جانم سوال بپرسید من جواب میدم. من لندن نیستم بچه‌ها، الان برگشتم اسکاتلند. از مهیار میترسیم، چرا با مهیار بترسیم؟ من آخه به هاشنه این پرواز که بخوام اینطوری دهنم با شرط چدم در بیاد بگم خودتون بیشتر من از دست من ناراحت میشین. اوف دوباره فکر کنم برو میفهمی؟ جایزه داد. واقعا جایزه داد. نفر آره چیکار آقا نگاه کن چه پسری اومد داخل لایو. خدای خوشتیپ بنجی خدا رو شکر تو رو دید. فکر بنت فروختتش فکر کنم. بچه این سگ رفیقمه الان علیو دید. بعد این سگ شریک علی، یعنی هر روز علی این آقا رو میبینه. من یه جوری با انگشت دارم اشاره میدم اینجا این آقا رو میبینه. علی صحبتی داری با بچه‌ها؟ عرض خاصی علی نظر راجع برنامه چیه؟ نظر راجع تستوسترون فقط با اون حرکتی که تو کردی برای به جز اون بورینگ نیست. بورینگ برنامه رو زاکت که خودم کردم. برنامه رو جذاب کردم برای بیننده‌ها. یه احتمالاً شاکی شدن علی. من به خدا قسم یعنی به جز کارگردان میازم. بچه‌ها جنگی منم. ازم پرسیدن چطوری اقامت گرفتی؟ سوالا رو به خدا بگو این سوال 10 سال پیش جواب میدادم. این سال بعد 10 سال پیش جواب میدادم. بچه‌ها من الان میگه دوست دختر داری، گفتم من با نیلی خود نیلی اومد گذاشت، منم استوریشو گذاشتم. بچه‌ها نوشته دیگه که ما فقط با هم دیگه 2 تا دوست هستیم. به خدا در حد 2 تا دوست بودیم که ویدیو وایرال شده، ما با هم دیگه دوست دیدیم. نمیدونم یارو اومده بالا میگه سرجیو نیلی لب بازی کردن و آره نه خدا شاهد اصلا بابا یه ذره چش داشته باشی ببینین دیگه داداشمون داره پیشرفت میکنه. نه بابا وای محسن مسلمان میگه شغاله زد. نه سرویس محسن عاشقتم. عالی آقا علی او پرسپولیسی هم محسن داخل لایو علی اصلا محسن مسلمان بگو چقدر باش خاطره داریم ناموسن موقعی گل 4 زد چقدر خوشحال چقدر جیغ زدیم.
او هنوز فکر اینن کی با کی مونده و برنده شده. بچه‌ها یه چیز دیگه صحبت کنیم. بچه‌ها نه به خدا من اینو اصلا خفه نکردم، خدا شاهده. بس در حد اینکه بس بالا گرفت و من یقه‌شون رو گرفتم، بچه‌ها همه جدا کردن. اصلا در حد اینکه بخوام خفه‌ش کنم و اینا، اونا دیگه خودتون میدونید هر چی دوست داشته باشن میگن به خاطر اینکه اونو خراب کنن. خودتون یکم باهوش باشین میفهمین اصلا به این سیسش به این نمیخوره که بخواد از پشت کسی خفه‌ش بکنه. من کلا اصلا بلد نیستم از پشت بخوام یارو بکنم، میرم تو رو طرف. بعدش هم عشق من این محسن قربونت برم من. آقا مینا نام داره که از خفنا محسن مینا همه خفنا آقا تو لایو هم. من بیام مثلا راجع به کی صحبت کنم؟ راجع به مثلا کی مثلا راجع به مهم بیام صحبت کنم یا راجع به معیار؟ ول کنیم بابا، اونا میان لایو صحبت میکنن، حتما یه چیزی هست دیگه، چی کمبودی دارم. من چرا باید چه کنم؟ بچه‌ها من مشکل خاصی با احسان ندارم، بهتون گفتم فقط هم دیگه رو نداریم. ان بعد از برنامه من فالوش میکنم. یه تصمیم بود که گرفتم، احسان خودش هم اصلا بیچاره اوکیه، خودش دوست داشت منو داشته باشه ولی به یه دلایلی من دوست ندارم فرام دیگه رو داشته باشه. مینا تو دیگه متعهد شدی دیگه، راجع به چی صحبت کنم؟ مینا تو دیگه خیانت کردی به بچه‌ها. من حجم دایرکتم به خاطر قضیه نیلی اینقدر زیاد شد، من دی امامو نمیتونم جواب بدم. به خدا باگ خورده اینستاگرامم، نمیتونم دی ام رو جواب. اگه اینستاگرام چیزا اونایی که کار مهم بام دارن واتساپمو دارن، واتساپم پیام بدم، چون من اینستاگرام نمیتونم جواب کسی بدم الان. آره دیگه بدبخت. آقا بنجی اخوبای چیز علی جان یه با چیز پا بگیر بابا نکن ورزشکار، یا نکن بچه‌ها ورزشکار داره، اصلا این وصله به ما نمیخوره. ماشاءالله آقا پوز علیو میدیم ها و پوز یا آقا میگه تو با نیلی اوکی شدی علی؟ سوال خیلی زیاد شد تو ببینید. خودم استوری گذاشتم گفتم فقط چیز فقط رفیق. سرجی آفیشالش کن دیگه. رفیقامون برای خودمون داشتن درست می‌کنن. نه مردم نذارید که آفیشالش کنید لطفا. رفیقام ما رو. بنجی میاد دیگه چیز. آقا باطیه خوبه، باطیه کار کرد. مینا تو دیگه چرا دیگه این سوالو میپرسی؟ والا محسن اگه افتخار بده میارمش بالا، چرا که نه؟ محسن عشقه. محسن هر موقع اوکی بده من محسنو تاج سره. محسن خودش بالاه، نیازی نداره ما بیارمش بالا. هر موقع اراده کنه بیارش لایو. چی شده چیز؟ ها؟ خوش. دست من الان. میگه سرجو عصبی اومدم فوشت بدم برم. میگه بیشتر فعالیت کنم. اومدم لایو دیگه براتون دیگه. امروز فعالیتم کم بود، اومدم عوضش لایو براتون. محسن آقا محسن نمیرم تو لایو. آقا همه دارن به محسن اگه هستی همه دارن میگن بیا بالا ببینیم، اگه افتخار بده بیادش. مینا جان نه قربون برم، درد رفاقته. رفیق بیا آقای بنجی. آره خب تکواندو کارم. این داخل خونه ستاد روژان گل. بچه ها روژان تو لایو روژان دریابی. والا منم یه چیزایی شنیدم که عمل کرده تغییر نمیدونم که جنسیت داره، ولی در حد حرف نمیدونم به خود منم واقعا نمیدونم، ولی شنیدم عکس بچگیاشو گذاشته. راست و دروغشو نمیدونم به خدا.